این توی ازدواج که الحمدلله طبق سنت دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار گشته ایستاده است، تبریک و تهنیت میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلتی ها رو داریم که پروردگار بین این دو جوان، یعنی که بین شهرزاد و اویلش الفت و مودت و محبت اسلامی و واقعی را برقرار سازد. خداوند از دامنش و فرزندای خوب و صالح و عالم و قاری و محب به دنیا بیارد. پروردگار بزرگ همین توی محفل های نکاحی را که به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار می‌گردند سبب ریشه کن شدن فسق و فساد و حرام و زنا در جامعه قرار دهد. سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامعه ساز گرداند. پروردگار جوانایی را که در این محفل خیر شرکت دارند حالی نو انشالله به زن نشیدگی‌اند، شاید اکثرش ازدواج هم نکرده باشند، به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحیشون برسانند. آمین یا رب العالمین. واقعا محفل خیر است. در چنین محفل شرکت کنیم. اگر یگان حدیثی را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به طریق نصیحت نگوییم، هم در حق صاحبخانه جور می شود، هم در حق خدمت. انشالله یک حدیثی را از احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با اندک شرح توضیحات تقدیم شرکت کنندگان محترم این مجلس میکنیم. بعدا انشالله رشته سخن به قاریای محترم می‌دیم. حضرت انس ابن مالک صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، ببینید مسلمان ها چنان دوستش میدونن که همین معرکه در ششتم دیدیم که یک از زنگ زد، همین ابتدای نمی سرشایی معرکه بود، کسی تلفن کرد ای طرفای خوجم به دیمان میکنم، لحجهشو به همه شباهت داشت. سوال کرد که دوملا همین انس ابن مالک مادرش چنان داشت؟ شاید یکان کودکک شده است از خاطر تبرک نام همین مادر یعنی انس ابن مالک هم میگذارن. شیر زن رو بینه که فرزند چنان تربیت کرد، خودش چنان خدمت پیغمبر کرد که مسلمان ها بعد گذشتن 1400 سال نامش سراغ میکنن که در فرزنداشو بگذارن، زندگی باید نمیخیل شود. حقیقتا شیر مردو از شیر زنو میشود و این انس ابن مالک هم یک شیر بچه بداخل. وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم به شهر یثریب آمد، یثریبی که به شرافت قدوم پیامبر صلی الله علیه و سلم مدینه منوره شد، مدینه الرسول شد. مادر انس ابن مالک رمیسا ام سلیم هیچی نداشت است که پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارد تقدیم کند، مال و حال هیچی نداشت. به شوهرش ابو طلحه گفت همین پسرچه من انس اگو بر نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگو که همین در خدمت حضرت، همین خدمتی ترا بکنه. میگه ابو طلحه هم دستی انس خردسال گرفت و آورد، گفت یا رسول الله ام سلیم همین پسرچه کلانیش همین را فرستاد که همین خدمتی ترا کنه. و 10 سال تا وقت حضرت صلی الله علیه و سلم در قید حیات بود انس خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. چه خدمت. و یک روزی را حضرت صلی الله علیه و سلم نگفت یا انس چرا فلان کار انجام ندادی، یا انس چرا فلان کار عقلکی کردی ای پیش خودت کردی. سبحان الله، طرفه خادم طرفه مخدوم. بچه رقتی اتش جنجال میشوه 100 بار بچه هم نتانه میزنیم که خونه آبا چی به گپ گوش نکردی، چی به این کار نکردی، یا چی به این کار برعکس کردی. خدمت ها ببینه که 10 سال خدمت کرده است جوانک. با یک روزی را میگه حضرت صلی الله علیه و سلم یگان ایتابش نکرده است که یا انس چرا فلان کار نکردی، یا چرا فلان کار به گفته من نکردی. همه حضرت حدیثی را روایت میکند که حدیث در سنن امام نسائی که بعد صحیحین از روی صحت در جای سیم است آورده است. میگه نهینا فی القرآن ان نسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن شیء. خداوند میگه ما را در قرآن عظیم شان از سؤال زیاد کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز میداشت. من کرد همین قدر محبت داشتن که
حضرت نمیگفت سوال بتید. در جایی که میدیدنش می اومدن سوال سر میشید. البته سوال بریدن میگرفت. کار به حد اومد که حضرت خداوندی در قرآن نهیشو کرد. گفت یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسایی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، از مسئله هایی که اگر مبادا بر شما خداوند همون مسئله ها را فرض بگردانه از عهدش نمیبرویه، یا که مقصد که شاید که ملال شوه، شاید برای تو مشکل بغلطه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال نکنه. و این تسألوا عنه حین ینزل القرآن تبد لکم. اگر در همین زمانایی که حالی وحی قرآن با پیغمبر میآید، وحی قطع شدگی نیست، شما اگر سوالا را همین من جمله همین خیلی زیاد آدم بگیره، خداوند وقتی ذوق و مراق شما را دید بر شما فرضش میگردونه. حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان 3 شب برخواست نماز تراویح خوند. 3 شب ایقافاش اقتدا میکردن مردم به حد به شوق رغبت، الک در 3م بارش دیگه در کوچه ها حتی جا نمونده بود، کوچه ها پری آدم شده بود. حضرت صلی الله علیه و سلم دیگه نبرومد. وقتی که روزانه مردم تا سر ایستاده بودن منتظر، سوالش کردن که یا رسول الله آخه ما منتظر بودیم برای چی نبرومدی خطیبون نماز تراویح بخونی؟ حضرت گفت لم یمنعنی من الخروج الیکم الا اینی خشیت ان تفرض علیکم. با او خاطر من پیش شما نبرومدم که این میل رغبت و محبت شما را دیدم به این نماز، خوف بردم که یکی خدای تعالی همین رغبت شما را دیده همین نماز تراویح فرض نگردونه. هستن کسایی که همین 5 نماز براش زور میآید، 5 نماز خدا را در وقتش نمیخونن. ای 30 روز 20 رکعت نماز اگر فرض بگردونه، ای وای به حال این مردم که چی میشید احوال شو. ای همون خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که دیگه من نبرومدم در خونه نمازم. یعنی که خدای تعالی وقتی که میدید که بنده ها یک کاری را به رغبت به شوق انجام میتن، حال پیغمبر که در بینشان بود قرآن نازل میشد بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امکان داشت که او را فرض شو بگردونه. برای مسلمانان را من کرد که بسیار سوال نتین، اما تشنه سوال بدن. او یا رسول زنده در بینشون باشه، دلشون گم میزد که سوال کنن. و حضرت انس میگه فکان یعجبنا ان یجیء الرجل العاقل من اهل البادیه فیسأله. همین خیلی میل داشتیم، آرزو داشتیم که ای کاش که یک نفر از عربهای بدوی، از مردم بادیه بیاید، یعنی کسایی که حالی مسلمان نشیدید، حضرت سوال کنن ما استفاده رو بریم. ما جرأت نمیکردیم دیگه سوال کنیم، اما یک کسی دیگر می اومد یگون آدم غیر، اون مردم بدوی او قدر ادب اخلاق هم نداشتن، آخر اونا سوال کنن ما استفاده رو بریم. حضرت میگه دعا پیش خداوند اجابت شد. فجاء رجل من اهل البادیه. یک روز یک بدوی اومد، میگه یک شخص از اهل بادیه، همین میگه در این مسجد رو اومد و با صدای بلند گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم آتانا رسولک فاخبرنا انک تزعم ان الله عز وجل ارسلک. همین او چی خیلی بگیم که ایتا آداب معاشرت نداشتن. مسلمان می اومد یا رسول الله اجازت هست که سوال بتم، تا با یک مقصد آداب، خلق، اطوار، خشوع، اما این اوتری عادت نداشتن. همین دهنی در مسجد بود که ای محمد صلی الله علیه و سلم، یک نفر از نماینده‌های که نزد ما اومد، قبیله ما اومد، میگه که تو گویا دعوا میکرده که خداوند تو را به پیامبری مبعوث کرده است، آیا راست است؟ حضرت گفت صدق، گفت راست است. میگه پرسید که فمن خلق السما، مادام که پیغمبر خدا باشی بود است.